سلام دوستان عزیز، من در نوار نوبتی درباره متریک آفریقا یکچند معلومات می‌دهم. بر از نظر اندازید طوری که دیده ایستادید سیاره زمین و در آن متریک آفریقا تصویر کرده شده است. خط استوا آفریقا را قریب از مرکزش بریده گذاشته است. خطهای زردی روشن دایره‌های تروپیکی و خطهای زردی خیره دایره‌های قطبی میباشند. خط استوایی که از قطب شمالی تا قطب جنوبی کشیده شده است مریدین اساسی یا ابتدایی می باشد که هیچ طور دیده ایستادید افریقای غربی را بریده می‌گذارد. مساحت متریک آفریقا با جزیره ماداگاسکار که در کنار شرقی آن جایگیر است 3 میلیون کیلومتر کوادراتی می باشد. آفریقا را از شرق آبهای اقیانوس هند و از غرب آبهای اقیانوس اتلانتیک احاطه کرده‌اند. در شمال آفریقا را از متریک اوراسیا، بلوگای گیبرالتار و بحر میانه زمین جدا می‌کند. در شمال و شرق باشد کانال سوئز که در عصر 19 ساخته شده بود و بحر سرخ آفریقا را از اوراسیا جدا کرده است. اگر به رسم دقت کنید در منطقه شرقی آفریقا نقطه سیاه نشان داده شده است. در آنجا ولکان خاموش شده کلیمانجارو جاگیر می باشد که قله آن نقطه بلندترین متریک آفریقا به حساب می رود. بلندی کلیمانجارو 5890 متر می باشد. آفریقا از همه گرمترین متریک زمین می باشد. برای چی این طور؟ بر رسم دقت کنید می فهمید. چطور دیده ایستادید در رسم در کدام منطقه های اقلیمی جایگیر بودن آفریقا نشان داده شده است. منطقه اقلیم استوایی با رنگ جگررنگ و منطقه اقلیم سوب استوایی با رنگ سفید خیره تصویر کرده شده است. با رنگ سرخ منطقه اقلیم تروپیکی و با رنگ زرد خیره منطقه اقلیم سوبتروپیکی نشان داده شده است. یعنی متریک آفریقا در 4 منطقه های اقلیمی استوایی، سوب استوایی، تروپیکی و سوبتروپیکی جایگیر می باشد. برای همین متریک آفریقا تمام سال گرمی آفتاب را به خود گرفته خیلی گرم می شود. باید بگویم که در قسم زیادی متریک آفریقا 4 فصل نه بلکه 2 فصل سال را فرق می کنند. فصل بارانی و فصل خشکی. تنها در کنار شمالی و جنوبیش بعضاً برف می بارد. اکنون دوستان به این رسم نگاه کنید. در این رسم 4 دایره های کلانترین و 3 کوه های آفریقا تصویر کرده شده‌اند. در شمال با نقطه سرخ دایره نیل اشاره شده است که به بحر میانه زمین جاری می شود. نیل دایره درازترین جهان بوده. درازی 6672 کیلومتر می باشد. مساحت حوزه‌اش 2,870,000 کیلومتر کوادراتی است. دایره نیل از آفریقای شرقی سر شده کوه ویکتوریا را بریده می‌گذارد. در راه به آن بسیار شاخه‌ها همراه می‌شوند. در قسمت غربی آفریقا دایره نیگر جایگیر است که در رسم آن با نقطه سیاه اشاره کرده شده است. دایره نیگر چطور دیده ایستادید؟ به اقیانوس اتلانتیک جاری می‌شود. درازی آن 4160 کیلومتر بوده. مساحت حوزه‌اش زیاده از 2 میلیون کیلومتر کوادراتی میباشد. دایره کنگو زائیر آن در رسم با نقطه جگررنگ اشاره شده است. آن هم با اقیانوس اتلانتیک جاری می شود. دایره کنگو زائیر دایره سیرابترین و از جهت درازی در آفریقا دایره دوم است. چطور در رسم دیده ایستادید؟ دایره کنگو زائیر را 2 مراتب خط استوا بریده گذاشته است. درازیش 4320 کیلومتر بوده. مساحت حوزه‌اش قریب 13 میلیون کیلومتر کوادراتی می باشد. زامبزی یکی از کلانترین دایره آفریقای جنوبی بوده. به اقیانوس هند جاری می شود. در رسم دایره زامبزی با نقطه زردی روشن اشاره شده است. درازی دایره 2660 کیلومتر می باشد. زامبزی شاهراه سرشمار دارد. یکی از کلانترین شاهراه جهان ویکتوریا در همین دایره واقع است. بلندی شاهراه ویکتوریا 120 متر بوده. برایش 1800 متر می باشد. در رسم با رقم 1 کوه کلانترین آفریقا ویکتوریا نشان داده شده است. چقدر میانه 40 متر است. مساحت کوه ویکتوریا 68000 کیلومتر کوادراتی می باشد. در رسم با رقم 0 کوه تانگانیکا اشاره شده است. برای کوه تانگانیکا به 58 کیلومتر و درازیش به 650 کیلومتر می رسد.
چقریش 1435 متر بوده. تنها از کول بیکل کمی دارد. در رسم با استارچه کول چت نشان داده شده است که تنکاب بوده. چقریش 4-7 متر است. مساحت کول چت وابسته به بارش و آبخیزی دریاهای به آن جاری شونده تغییر یابنده می باشد. در رسم نوبتی زونهای طبیعی افریقا تصویر کرده شده اند. در این رسم با رنگ سبز روشن بیشه های استوایی نشان داده شده است. منطقه زونه بیشه های استوایی در هر دو طرف خط استوا جایگیر می باشد. زونه سوانه ها با رنگ سبزی خیره تصویر کرده شده اند. سوانه ها در افریقا مساحت عظیمی را قریب 40% مساحت متریک را اشغال کرده اند. در رسم با رنگ زرد خیره زون بیابان های تروپیکی نشان داده شده است. چه خیلی دیده استادید؟ در افریقای شمالی بیابان ها مساحت کلان را اشغال کرده اند. در افریقای شمالی بیابانی کلانترین جهان صحرا یا اینکه صحرای کبیر جایگیر می باشد. در صحرای کبیر حرارت هوای از همه بلند در سایه تا 59 درجه را به قید گرفته اند. در افریقای جنوب غربی بیابان نمیب واقع است. بیابان نمیب با اقیانوس اتلانتیک همشفت می باشد. این بود یک چند معلومات درباره متریک افریقا. شخصانی که خواهشی آموختن فن گئوگرافی را به طور فاصلوی دارند می توانند به رقم 992 917 22 28 84 زنگ زنند. در آخر آبونش را فراموش نکنید. سلامت باشید. خیر.